اگر کامپیوتر و لپتاپ داری حتما این ویدیو 30 ثانیه‌ای رو مشاهده کن. کامپیوتر و لپتاپت هنگ میکنه، سرعتش کم شده و داره تو رو اذیت میکنه، پس همین الان این ترفندی که میگم رو انجام بده تا ویندوزت رو تعمیر کنی. بریم سراغ آموزش. حتما قبلش این ویدیو رو لایک کن. کاری که باید انجام بدی خیلی ساده است. وارد منوی استارت میشی، یعنی دکمه استارت رو میزنی، در قسمت سرچ منوی استارت عبارت CMD رو تایپ میکنی، بر روی نرم افزار کاماند پرامپت یا خط فرمان راست کلیک میکنی و گزینه ران از ادمنستریتور رو میزنی تا در قالب مدیریت سیستم باز بشه و در اینجا این کد رو که در کپشن هم براتون نوشتم رو تایپ میکنین. SFC یه دونه فاصله یا اسپیس \scan now و دکمه اینتر رو میزنی و چند لحظه منتظر میمونی تا قابلیت چکر سیستم فایل بیاد فایل های سیستمی شما رو چک کنه و در صورت وجود مشکل اونها رو تعمیر کنه. باید صبر کنین تا این درصد از 0% به 100% برسه. خب عملیات تعمیر ویندوز 100% شد و انجام شد و اگر در فایل های سیستمی شما یک فایل معیوب وجود داشت از طریق این کد برای شما تعمیر میشه. اگر دوست دارین تا این آموزش رو به صورت متنی براتون دایرکت کنم فقط کافیه عبارت ویندوز رو زیر این پست برای ما کامنت کنین.